خب به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه من سریع برم سر اصل مطلب. یه چند تا موضوع دیگه هم هست، اونها رو توی ویدیو دیگه بهتون میگم. این دوتایی با هم جفت شدن. یه ویدیو هم قبلا گذاشتم که این ماده تو همین محوطه آزاد بیرون تخم گذاری کرد و حتی این نره تخماشو خورد، خودشون تخمای خودشون رو خوردن و اصلا با استرس و اینا. این سری دومشون یکم با تجربه تر شدن. این ماده تخم گذاری کرد، حالا نر وظیفه نگهداری از تخم ها رو داره و میره دائما توی خونه هست، حتی غذا نمیاد بخوره و باله هاشو میزنه به خاطر که جریان آب، این خونه هم تازه براشون گرفتم این نگفته نمان، باله هاشو تون تون تکون میده و دومش رو که گردش آب ایجاد کنه، مانع از قارچ زدن تخماشون بشه که تخماش از بین نره. من مواد ضد عفونی کننده هم هر از گاهی با سرنگ تزریق میکنم توی که حالا یه کمکی کرده باشم بهشون، ولی بعیده. رو دیواره اینوری از داخل این پشت تخماشون چسبوندن که حالا معلوم میشه تا 48 ساعت فردا الا پس فردا مشخص میشه که بچه هاشون به دنیا میان یا نه قارچ میزنن و از بین میرن، که چیز بعیدی هم نیست اگه از بین برن. ماهی نر اینجا رو ترک نمیکنه. چرا؟ چون همین ماهی لوچ پاکستانی این تا بیاد بیرون حواسش نباشه این تمام تخم‌ها رو خورده، یعنی اصلا رحم نمیکنه. اون یه جونوریه که چون اون انگل خواره ولی هر چی دم دستش بیاد میخوره. جرأت هم نمیکنه نزدیک اینا بشه، چون اگه بیاد قطعا میکشنش. یعنی جوری، یعنی واقعا به قصد کشت میزننش. حالا تا ببینیم چی میشه.